اویلا در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در اویلا تشکل می‌یابد. در چاره‌بینی تاکید گردید که اویلا همچون عنصر اولین جامعه اعتراف شده در مملکت ما تحت غمخواری دولت قرار دارد. سال اویلا اعلان شدن سال 2015 شهادت این گفته‌ها میباشد. هدف اصلی این اقدام بلند برداشتن نقش اویلا در جامعه بوده، آن به تربیه فرزند و تقویت مناسبت‌های خوب معاشرت بین اعضای آن روانه شده است. در آغاز چهاربینی هنرمندان جماعت‌های شهرک و دیهات محصول دستان خود را از قبیل آهنگری، کنده‌کاری، گلدوزی به نمایش گذاشتند که در هر یکی آن نوگانی‌ها به نظر می‌رسید. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، عنعنه و سنت‌ها و جشن‌های ملی مردم کهن بنیاد ما احیا گردیده، ارزگزاری به آن سال تا سال بیشتر می‌گردد. جشن‌های ملی ملت تاجیک از قرن اسرها به زمان ما رسیده، با رنگ و جیلای تازه و شکوه و شهامت تجلیل کرده می‌شوند. مناسبت‌های عائلوی در اساس عزت و احترام یکدیگری، غمخوار و دلسوز بودن تشکل می‌یابد. در این راستا والدان وظیفه دارند که فرزندان خود را با غمخواری همه روزه فرا گرفته شرایط مساعد تحصیل و آموزش کسب و هنر را مهیا سازند. در این چاره‌بینی از حساب بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به 22 نفر یتیمان فرزندان عائله‌های نیازمند شهادتنامه تولد، به 8 عائله نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و 4 عائله نمونوی تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در آخر هنرمندان با برنامه رنگین خود سرشار از مهر و محبت به مادر و عائله خاطر اهل نشست را شاد نمودند. ایدی گلی محمود، دادرجان مرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت.